سلام علیکم، امیدوارم حالتون حسابی عالی باشه. من محمد قلی‌پور هستم. اومدم یه باغ خوشگلی اون فضای اون پشته که حالا میریم بهتون نشون میدم. قوزن هوه همچین اسمی داره، جای خوشگلیه و گفتم که امروز بیام، یک شنبه است. این ویدیو قراره فردا دوشنبه آماده بشه، یعنی روز ولنتاین. مثل روال همیشه لطفاً این ویدیو رو لایک بکنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که این ویدیو جزء مثلا ویدیوهای خوب واسه یوتیوب شناخته بشه و کانال من رو، ویدیوی من رو به بقیه افرادم پیشنهاد بده. واسه همین به من کمک میکنه، انگیزه به من بدین. دمتون گرم. پس همین الان یه لایک بکنید، سابسکرایب هم اگه نکردین حتما سابسکرایب کنید. آقای رئیس، این استا 360 وانه آ رو یه تست بکن رو لنزاش. پیغامی که گوش دادیم پیغام آقا مسعود بود که باید یه دونه اینستا 360 هم تست بکنم ببینم نحوه کار کردنش چطوره. خب لایکو کردین، سابسکرایب هم کردین، دیگه چی؟ دکمه نوتیفیکیشن هم بزنین که ویدیو جدید میاد حتما با خبر بشید. خب تو این ویدیو قراره داستان خیلی مهمی رو با هم دیگه صحبت کنیم. نه من میخوام به شما امیدواری الکی بدم، نه میخوام ناامیدتون کنم. این ویدیو میتونه تلخ هم باشه واسه خیلیا، مخصوصا واسه کسایی که حالا رفتن لیسانس گرفتن از یه جایی و هر دانشگاهی و معدلشون پایین بوده. میخوام در مورد بحث معدل صحبت کنیم. معدل داستانی که داره این هستش که هر دانشگاهی، چه توی آلمان چه توی کشورهای دیگه، هر دانشگاهی معمولا میگه که من یک معدلی رو حداقل میخوام که طرف داشته باشه، که مثلا واسه سیستم آموزشی آلمان معدل ها دیگه مثلا از 0 تا 20 نیستش، از 1 تا 4 هست. 1 عالی ترین معدل، یعنی همون معدل 20 ما محسوب میشه و عدد 4 کمترین معدل ما محسوب میشه، که حالا فرمولش هم در ادامه بهتون میگم که چجوری معدل الان مثلا طبیعی ایرانتون چجوری میتونید برگردونین مثلا به معدل آلمانی حساب بکنین ببینین چجوریه. ولی میخوام بهتون بگم که دانشجوهای تاپ که اوکی، اونا معمولا مثلا کسی که معدلش مثلا 16 هستش، نمره معدل اون عددیش به آلمانی میشه 2.5. معمولا خیلی از دانشگاه‌ها داخل آلمان شما با اون میانگین 2.5 میتونین ثبت نام بکنین. ولی بچه‌هایی که صحبت هم سر این نه که واسه بچه‌هایی که نمرهشون پایین‌تره، فرق هم نمی‌کنه کدوم دانشگاه چه بادی میاد. امیدوارم این باده توی میکروفون ما زیاد تاثیر نداشته باشه واقعا. و قسمت تلخ ماجرا اینه که بندگان خدا یه عالمه افراد مختلف هستن مثلا 4 سال عمرشون رو میذارن میرن دانشگاه درس میخونن. حتی من سراغ داشتم کسی که دانشگاه توی تهران درس خونده، دانشگاه دولتی، ما معدل مثلا 13 مثلا واسه یه کشوری مثل کانادا میخواست درخواست بده، متاسفانه نتونست پذیرش بگیره به خاطر نمرش. توی آلمان هم شانس پذیرش گرفتن واسه معدل‌های پایینه. صادقانه میدونم خیلی ها ممکنه ناراحت بشن، یه اما وجود داره. بعضی از دانشگاه ها هستن و بعضی از رشته ها هستن که معدل اصلا شرط معدل ندارن، راحتتون کنم. حالا تعدادشون کم هست، واسه همین گفتم من نمیخوام ناامیدتون کنم، نمیخوام امید الکی بدم. تو ویدیوهای قبلی که میگفتم سعی مفت گنجشک مفت، اینم حالا دقیقا همینه. شما ممکنه که 10 تا دانشگاه ببینین که میگه من معدل حداقل 2.5 رو میخوام، یه دفعه ممکنه 2 تا دانشگاه بگن که نه مهم نیستش، ما اصلا شرط معدل نمیخوام. یا نه دانشگاهی که اصلا شرط معدل داره شما رزومه قوی دارین، ممکنه واسهش بفرستین آقا من کنار درس دانشگاه اصلا اوکی نبوده، دانشگاه من شرایط من اوکی نبوده، ولی من رزومه قوی دارم، من سابقه کاری مرتبط خوبی دارم. ممکنه دانشگاه بگه اوکی، همه چیز بستگی به اون مکاتبه، به اون نامه‌نگاری، به اون صحبت کردن داره. حواستون باشه، این نکته خیلی خیلی مهمه که اینجا تو دانشگاه‌های آلمان، من در مورد آلمان دارم میگم، من با همه دانشگاه‌ها صحبت کردم. خیلی‌ها شاید برگردن بگن یعنی تو این 2-3 سال گذشته نامه‌نگاری فرمال و اداری باید داشته باشین. من با ساده ترین زبون ممکن خواهش مثلا تو رو خدا مثلا این کارو واسه من بکنید، با این زبونم صحبت کردم و جواب گرفتم. من حتی یکی از دوستان بود که تو نامه‌نگاری‌ها انقدر کلی بازی در آورده بود، حتی اون اپلیکیشن فی واسه اون پول پرداخت واسه مثلا دانشگاه که رزومه بخوای بفرستی اپلای کنی، اون رو هم ازش نگرفتن با کلی بازی. یعنی میخوام بهتون بگم که دستتون بازه، سنگ مفت گنجشک مفت، نامه بزنین، شرایطتون رو توضیح بدین برای اون دانشگاه، ببینین چی میگه. ممکنه که 10 تاشون بگن نه، یکیشون بگه آره و همون یه دونه مسیر زندگی شما رو عوض بکنه. پس ناامید شدن زود هنگام
نداریم. دمتون گرم. خب الان بریم سر وقت تبدیل کردن معدل آلمانی به ایرانی. حالا سعی می‌کنم یه دونه عکسش رو ایرانی به آلمانی در اصل سعی می‌کنم یه دونه عکسش رو اینجا الان بذارم براتون اینجا ان و اینکه حالا چه جوریه. شما یه حد اکثر نمره داریم، نمرمون چند 20. خب یه دونه چیز میکشیم، خط کسری بزرگ میکشیم. توی قسمت بالاش که همونجوری که دارین نگاه میکنین حد اکثر نمره رو میذارین، یعنی 20. با معدلمون چی؟ با معدل مثلا من معدلم 16 بودش، 16 20 رو منهای 16 میکنین تو اون خط کسری بالا. میشه چقدر؟ میشه 20 منهای 16 میشه 4. پایین هم بیشترین نمره باز حد اکثر نمره که همون 20 با حداقل نمره قبولی. حداقل نمره قبولی متاسفانه 10 بود تا قبلا، مثل اینکه عوضش کردن نامرد آلمانیا، کردن 12 که سخت‌تر میشه اینجوری، یعنی یه ذره داستان داره. تو اون قسمت نوار پایین حد اکثر نمره رو منهای حداقل نمره یعنی 12 می‌کنیم، یعنی 20 منهای 12 می‌کنیم که میشه 8. اینا رو که مخرج مشترک که میگیریم ضرب در 3 میکنیم به علاوه 1 میکنیم، نمرمون یه چیزی بین 1 تا 4 در میاد که هرچی به سمت 4 بره یعنی اون نمره ما بدتره و هرچی به سمت 1 بره یعنی نمره ما خوبتره. و این مدل تبدیل داستان واسه معدل ایرانی به آلمانی هستش که گفتم بهتون بگم. این ویدیو همینجا تموم شد. در مورد معدل گفتم باهاتون صحبت کنم. لطفاً زودتر از موعدش ناامید نشید. دمتونم گرم از اینکه این ویدیو رو تا اینجا با من تماشا کردید. مرسی، خدا حفظتون کنه. لایک کنید، سابسکرایب کنید، این کانال رو برای دوستاتون هم بفرستین. خیلی قصد مهاجرت دارن. من میخوام ببینم چند نفرتون از طریق این ویدیو پاتون به خارج از کشور باز میشه. واسه من خیلی ذوق آفرینه و امیدوارم که مسیرتون با کمترین هزینه هموار بشه. چیزایی که دارم بهتون میگم خودم مدت‌ها درگیرش بودم. این اطلاعات رایگانی که الان شما دارین این ویدیو رو نگاه میکنه خودم مدت‌ها وقت من رو گرفته بود و شما این رو حداقل با نشر دادنش بزنین خیلی از آدما وقتشون حداقل تلف نشه و سریع برن سر اصل مطلب و موضوع رو بگیرن. خدا حفظتون کنه برام. دوستتون دارم. سلام. خب اینم که پشت صحنه ویدیو دوچرخه بنده رو دارین نگاه میکنین. یه باد خیلی سوسکی میاد. اینجا یه خونه خیلی قدیمیه که البته خیلی قدیمی هم نیستش، یه حالت انگاری مثلا خانه بهداشت و درمانشون هستش، یه همچین فضایی داره. صدای اسب اومد. اونجا اسبه. بریم با هم دیگه اونجا ببینیم اسب رو میتونیم گیر بندازیم یا نه.